قبل از همه باید قید نماییم که بانک کانت اینوستمنت بانک تحت تحریم های بین خلقی قرار دارد و وابسته به طلبات های خدمترسانی انتقال ها از جانب تشکیلات قرضی واقع در جمهوری تاجیکستان در اساس دستور مخصوصی بانک ملی تاجیکستان از 2 آگوست سال روان سال گذشته در نظر دارم، سال 2013 بازداشت شده است. بنابراین بانک ملی تاجیکستان بار دیگر تایید می نماید که توسط صورت حساب‌های موجوده بانک مذکور در بانک ملی تاجیکستان در این دوره یگان عملیات انتقالی که از جانب تحریم ذکر شده منع گردیده است گذرانده نشده است. یعنی که یگان مبلغی که مثلا از طریق این بانک و توسط بانک ملی عملیاتی که تحت تحریم قرار دارند گذرانده نشده است، یعنی که انتقال یا تحویل نشده است. جهت محاکمه مسئله واخوری با هیئت بلندپایه نمایندگی ایرانی با سرور معاون رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق رعایت مقررات پروتکلی برپا شده بود و آن در فضای همدیگر فهمی و شفاف صورت گرفته بود. ولی متاسفانه باعث تأسف است که در مقاله ها و اخبارهای سامانه و نشریه های هم داخلی و هم خارج کشور کوشش های بانک ملی تاجیکستان در بابت اجرا نمودن رسمیات پروتکل همچون کشالکاری برای تشکیل ملاقات معنی داده شده است. علاوه بر این بعد ما امروز مخصوص قید نماییم که گروه ویژه یا که مخصوصی بانک ملی تاجیکستان با مقصدی به پررگی روشن کردن وضع این مسئله در بانک کانت اینوست بانک کار برده ایستاده است. اگر به تاریخ این مسئله نظر اندازیم، ما طبق نظرداشت تحریماتی که در اول سال گذشته موجود بود در اساس تفتیش متخصصان بانک ملی تاجیکستان با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان از 28 مارس سال 2013 بانک نامبرده یعنی بانک کانت از حقوق شدن فیلیال یا شعبه در مناطق کشور و اشتراک کردن در عهدهای مشتریان تشکیلات قرضی محروم شده بود. خود بانک نامبرده ما در نظر دارم بانک کانت اینوست بانک برای یعنی که خارج شدن از تحریمات ایالات متحده سندهای ضروری آماده ساخت در بابت آن که از این به بعد یعنی در سال گذشته به بعد بانک به زنجانی دخل ندارد و برای اثبات این سندهای خود را آماده به وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا و همچنین سفارت این دولت در تاجیکستان پیشنهاد کرده بود. همون دوره مطابق طلبات قانونگذاری و عهده‌داری‌های بین‌الخلقی جمهوری بانک ملی تاجیکستان توسط دستور مخصوص ما در نظر دارم سال گذشته را مخصوص تمام تشکیلات قرضی در نظر داریم بانک ها و دیگر تشکیلات مالیوی که در جمهوری عمل می‌نمایند دستور داده بود و عهده‌دار کرده بود که تا روزی از تحریم خارج شدنی مثلا بانک کانت بانک همکاری و حساب برابرکنی را با این بانک باز دارند و طوری که می‌بینید ما تا امروز در اساس این قرار رو گزارش های بانک ملی تاجیکستان کار برده ایستادیم و تشکیلات قرضی همچنین این سفارش های بانک ملی رعایت می‌نمایند. خب شما گفتید که یک گروه ویژه برای تفتیش کانت بانک تأسیس شده است. اونا چی را تفتیش میکنن؟ اونا کدام مسئله را بررسی میکنن؟ اون مسئله که امروز در همه روزه طی هفته گذشته که ویدی زبان ها گشته است مسئله انتقال مبلغ ها، وارد بودن یا نبودن مبلغ در جمهوری و انتقال شدن آن از طریق نظام بانکی به ویژه بانک ملی تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران که امروز این ویدی زبان ها گشته است و گویا که در ایران در بابت آنکه گویا کدام سند پیشنهاد شده است که از طریق بانک ملی تاجیکستان این چیز مبلغ انتقال یافته باشد. اصلا ضمن همین مسئله است و شما طوری میدونید دیروز ما از وسایل اخباری عمومی جهان مطالعه کردیم و فهمیدیم که گویا یک یاور زنجانی دستگیر شده در ایران و
ضمن تفتیشات معلوم گشت که باز یک سند دیگر قلبکی گویا از روسیه هم آماده کردن برای پیشنهاد در ایران در مورد انتقال این مبلغ. گویا این مبلغ از روسیه انتقال شده باشد. از این را علاقه معلوم می شود که دو حالت پیشنهاد سند به اصطلاح قلبکی که این در جمهوری اسلامی ایران در پارلمان و بعدا در مقامات مربوطه آن اعلان شده. یعنی اون که میگویند که مثلا توسط بانک ملی تاجیکستان اون 2 میلیارد دلار است چقدر انتقال شده است، یعنی این سندشون قلبکی است چقدر است؟ قلبکی را ما این سند ندیدیم، دیگه آنچه که ما گفتیم در بیانیه دیروزه خود اعلام کردیم، چون بانک تحت تحریم قرار داد همه گونه عملیات از طریق این بانک محدود و یا قطع کرده شده است. یعنی که عملیات های با اسعار خارجی با خارج انتقال دادن مبلغ ها همش بسته است. یعنی که امکانیتی از این واسطه بیرون تحویل این مبلغ ندارد.